اوایل سال 1403 بود که قطعه لوله ترمز خودروی ایکس سری توی لیست حذف 9 خودروی ایکس سری توسط واحد برنامه‌ریزی کادک به تأمین اعلام شد. پس از دریافت امکان سنجی و استعلام قیمت از این سازندگان، با بررسی که واحد تأمین انجام داد، شرکت اورند پیشرو از هلدینگ رایسکو به عنوان سورس تأمین این قطعه انتخاب شد. محدودیتی که ما در خصوص پروژه حذف 9 ایکس سری با اون روبرو بودیم محدودیت زمانی بود که واحد تأمین تونست با تمام مشکلاتی که برای اولین بار در پروژه داخلی سازی لوله ترمز وجود داشت، پروژه رو با موفقیت مراحل نمونه اولیه خطش رو طی کنه و به تولید انبوه برسونه و ما پروژه رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم.